alın, an, anlamak, fahmiden. Anla, بفهم. آن، دان، فهمیدن. دانگاه، نفهم. دان ایشه، دانش. ایش پسوندی که خیلی جا پالایش، پارلاتماخ، ایشه. سورایش، سورماخ، ایشه. ایش یکی از پسوندهای دیگه، مثل گاه، دانش، گاه. سوزجه، سپرجه، دنجه، جه، گاه، محل چیزی. خب دنجه، محل دور زدن. و این پسوندها بازدردری از ترکی. میرسیم به گان. آن، anlamak، گان، در حد تکمیل فهمیدن، در حد اعلا فهمیدن. ببین دان، دانگاه، دانگاه نفهمه، ولی گان، گانماز دیگه نمیفهم، فول جاهله. گانماز، گاندرماخ یعنی تفهیم در حد اعلا. گانت یعنی مدرک و دلیلی که اثبات میکنه کامل. گانت. گانن، قانون. قانون ترکیه از ریشه گان در ترکی. گاندرماق. قانون عربی نیست، لکن در عربی مستعمل است. برای پارسی داد، دارت، ماخ، وزن کردن، جدا کردن. سوتو دارت ماخ، بوغدان دارت ماخ، بونا بی تارت ور. همین وزن کردن، حق و حقوق رساندن میشه و میرسه به داد، دادستان، دادیک، فردید که همه از ریشه دارت ماخ ترکیه. آسا، یاسا ترکیه. ستان، استین، استمک، باز ترکیه. سار، فر، سار، سارماک، پوشاندن، سارما، سارشق، باز از ترکیه. و فر، بر، پر، فر رو توضیح دادیم، یعنی تمام چیزی که فارسی معرفی میشه ترکیه، چون زبان دری گویشی از ترکیه. آن، دان، دانگاه، دانستن، دانشگاه و تمامش. گان، گانماز، گاندرماک، گانت، گانخ به شکل فول چیزی رو اخذ کردن. گانت یعنی مدرک، دلیل، اثبات کننده، تفهیم کننده. گاندرماک تفهیم به شکل کامل. گانن، قانون. بفهمید مطالبی که باید فهمیده بشه، توسط همه درک بشه.